پس از پاش خوردن اتحاد شوروی اقتصادیات کشورهای پساشوروی از جمله جمهوری تاجیکستان به مشکلی جدی روبرو گردید. ساحه کشاورزی که یکی از بخش‌های کلیدی تامین امنیت عضوخواری و منبع اساسی درآمد اهالی دهات به حساب می رود نیز از این روند استثنا نبود. خصوصا ساحه بهداشت زمین و آبیاری که نگهداری و استفاده ثمرناک ذخیره‌های آب را تامین می‌کند به سبب نارسایی مبلغ گذاری، فرسوده شدن تجهیزات و کمبودی متخصصان بلند اختصاص به کاهش دچار گردید. بسیاری از کانال‌های آبیاری و پایگاه‌های آبکشی به تعمیر و تجدید نیاز پیدا کرده ثمرناکی کاری آنها پس شد که این به حاصلناکی زمین‌ها تأثیر منفی رساند. من ساکن دهه یاری بدالوف محمد شریف عین زمان راهبر نساسی پایگاه آبکشی یاری یک. حاضر نساس‌های ما در حالت خوب تکنیکی قرار دارد. نساس‌ها 4 تا تیار، یک دو تا روش کلیسای زپاس داریم. انشاءالله سالهای پیشتر بازبین‌تر بود. حاضر با تشبوس مردم یاری، مردم دهه یاری بهبودی شده ایستاده است. خیلی کارا خوب شد. رحمت به مردم که یاردم کردوسین. با به دست آوردن استقلالیت دولتی حکومت جمهوری تاجیکستان به رشد ساحه کشاورزی به خصوص بهداشت زمین و آبیاری اهمیت اولین درجه داد. در این سمت برنامه‌های گوناگون دولتی قبول و عملی گردیدند. برای برقرارسازی و نوسازی انفراستراکچور آبیاری مبلغ‌های نظررس جدا کرده شدند. با جلب سرمایه داخلی و خارجی و همکاری سودمند با تشکیلات‌های بین‌المللی شرایط تکنیکی ساحه تدریجاً بهتر گردیده استفاده تکنولوژی‌های معاصر به راه مانده شد. این تدبیرها امکان دادند که حالت ملیارتیوی زمین‌ها بهتر گردیده استفاده عاقلانه آب تامین کرده شود. من واحد عبدالرسول راهبر участке پایگاه آبکشی جماعت یاری می باشم. در خیلی که دیده استون در پایگاه آبکشی یاری یک 4 نساس آبکش وجود دارد که همه اون پره تامین کرده شده است و پره به کار تیار است. اینچنین در دهه یاری پایگاه آبکشی یاری 2 وجود دارد که همه نساس های اون پره به کار تیار است. از سبب آنکه ولو اجازه برق نشده است، نساس ها کار فهمیده نشده است، هنگام اجازت دادن برق ما پره تیار هستیم که آب رو با دهقانان آب پالیزی رو پره تامین نماییم. امروزها در اداره بهداشت زمین و آبیاری شهر پنجکن کارهای نظررس و با ثمر انجام داده می شود. این اداره که در توازن خود 6 کانال خودجاری و 18 پایگاه آبکشی دارد نقش مهم را در تامین زمین‌های کشاورزی با آب پالیزی می بازد. کانال‌های موجوده با مقصد بلند برداشتن قابلیت گذراندن آب منتظم تازه و تعمیر کرده می شوند. همزمان پایگاه‌های آبکشی با تجهیزات‌های معاصر تامین گردیده فعالیت آنها در اساس طلبات امروزه به راه مانده شده است. начальник канали Марғидар با سبب مساعد آمدن باد و هوا الحال طلبات به آب نیست، لیکن ما پره آماده ایم که به آب تامین کنیم. کارمندان ساحه با مسئولیت بلند و حس وطن دوستی برای برطرف نمودن کمبودی‌های جای داشته تلاش می‌نمایند. در نتیجه این زحمت‌ها روز از روز حالت شبکه‌های آبیاری بهتر گردیده مشکلات وابسته به نارسایی آب تدریجاً حل خود را می‌یابد. علاوه بر این تدبیرهای پیشگیری کننده برای کم کردن تلفات آب از جمله بتوندار کردن قسمت‌های فرسوده کانال‌ها و جاری نمودن اصول‌های صرفه‌کارانه آبیاری عملی می‌شوند. من مرادов همایون سردار پایگاه آبکشی دیپلم میباشم که این حال ما در آغاز موسم سال 2026 قرار داریم. در پایگاه آبکشی دیپلم 7 اگریگات کاری داریم. 7 اگریگاتش همیش در آبیاری موسم تیار و آماده میباشد. در برابر این کارهای فهماندهی میان دهقانان و استفاده برندگان آب نیز پرزور گردانیدند
تا که آنها از ذخیره‌های آب ثمرناک و عاقلانه استفاده برند، زیرا استفاده درست آب نه تنها به بلند برداشتن حاصلناکی مساعدت میکند، بلکه برای حفظ محیط زیست نیز اهمیت کلان دارد. در دهه یاری جماعت دهاتی یاری زیاده از 2500 گکتار زمین کشاورزی موجود است که توسط همین پایگاه آبکشی، یعنی توسط پایگاه آبکشی یاری یک آبیاری کرده می شود. چه خیلی که مسئولین قید کردند نسبت سالهای گذشته پایگاه پره به موسم آبیاری آماده بوده، تجهیزات های نو به طریق ذخیره کرده شده است و باید گفت که با پرگی به موسم نو پایگاه آبکشی یاری یک آماده است. با چنین دستاوردها و تدبیرهای اندیشیده شده میتوان با باوری گفت که ساحه بهداشت زمین و آبیاری در شهر پنجکن امروز در حال رشد و استوار قرار داشته برای پیشرفت کشاورزی و بهتر گردیدن سطح زندگی اهالی زمینه با اعتماد فراهم می‌آورد. این روند شهادت می‌دهد که با استفاده درست امکانیت‌ها و زحمت‌های صافدلانه متخصصان می‌توان مشکلات موجوده را پس سر نموده به نتیجه‌های نظررس نائل گردید.